شومیز بهتون آموزش میدم کیمونو که در زیر روی سر شانه بر روی دست سر جای خودش ایستایی داشته باشه. ما اول 2 خط عمود برهم رو اینجا رسم میکنیم. اینجا میشه وسط جلو. حالا از این نقطه من فری سایز خدمتتون عرض میکنم، یعنی میشه تقریبا سایز 40 تا 46 بتونه اینو استفاده کنه. از این نقطه اندازه 8 سانت و از همین نقطه اندازه 7 سانت جدا میکنم. پس اینجا شد 7، این شد 8 و بعد اینجا رو هلال کنم. هلال یقه رو میخوام بزنم. اول اینجا یه 3 سانت شما گونیا کنید و بعد از این قسمت به طور هلال به این قسمت وصل کنید. حالا از این نقطه اندازه آستین و سرشونه یه خط بکشید، هر چقدر هست. اندازه آستین و سرشونه فرض میکنیم 12 سرشونه 52 آستین، این خط کشیده میشه. حالا از انتهای این خط اندازه بین 5 تا 7 سانت میایم پایین. من اینجا 7 رو براتون گرفتم. حالا از این نقطه 7 سانت به اینجا وصل میکنم قد آستین و سرشونه. از این از نقطه قسمت بالای سرشونه بلندی جلو بالاتنه معمولا 40 42 43 میایم پایین علامت میزنیم. بلندی حلقه آستینمونم 22 23 میایم پایین علامت میزنیم و روی این نقطه از این قسمت 1/4 سینه به اضافه 4 تا 6 سانت میایم جلو علامت میزنیم. پس از اینجا تا اینجا 1/4 دور سینه به اضافه 4 تا 6. این قسمت هم موازی با خط بالا کشیده میشه و این دوتا به هم وصل میشه. حالا از نقطه 7 سانت 1/2 دور پایین آستینمون، مثلا میخوام گشاد باشه فرض کنیم من بگیرمش اینو به اندازه 16 سانت و از نقطه 16 سانت به خط کف وصل کنم. حالا رو این نقطه به اندازه 5 تا 7 سانت بیام پایین، اینجا به همین حالت این قسمت رو هلال وصل کنم. قد شومیز من هر چقدر هست راحت هرچی که خواستم 70 75 بیام پایین و این خط رو به اصطلاح کادرم رو ببندم. برای قسمت پشت از این قسمت ما به اندازه 3 سانت میریم بالا. از خط قسمت گردنمون به همین حالته، از لبه آستینمون هم به همین حالت میریم بالا. این خط رو گونیا میکنم و از این نقطه 3 سانت هم به اینجا باز خط رو رسم میکنم. حالا از اینجا که 3 سانت بوده